روز 13 ماه سال 2023 ارتش روسیه در حریم هوایی خود در حدود ولایت برینسک یک باره دو چرخبال و دو هواپیمای جنگیش را یکجا با 9 خلبان از دست داد. روسیه ماه مارس سال 2022 نیز در یک روز 7 طیاره جنگی خود را در فضای اوکراین از دست داده بود، ولی این بار اول است که چرخبالا و هواپیماهای جنگی روسیه در داخل قلمرو خود این کشور هدف حمله قرار گرفتند و چنین تلفات سنگین دادند. نشریه روسی کمرسانت با تکیه به منابع خود خبر داد که یک گروه تکنیک هوایی جنگی مربوط به قشون‌های هوایی و فضایی ارتش روسیه عبارت از طیاره جنگی سو-35، طیاره بمب افکن و قیرکننده سو-34 و دو چرخبال جنگی نو می-8 در فضای ولایت برینسک روسیه در عمق 40 کیلومتری خاک روسیه مورد حمله موشکی قرار گرفتند و سقوط نمودند. بعض خبر داد که هیئت اکیپاژ هم چرخبالا و هم طیاره ها که عبارت از 2 نفر بودند، از جمله 3 عضو اکیپاژ چرخبالای می-8، 3 عضو اکیپاژ چرخبال دوم می-8، یک خلبان طیاره بمب افکن و قیرکننده سو-35 و 2 خلبان طیاره جنگی سو-34 در نتیجه عملیات کشته شدند. ولی والی ولایت برینسک الکساندر باگاماز تنها سقوط یک چرخبال را تایید نموده گفت که بر اثر سقوط چرخبال 5 بنا آسیب دیده، یک زن جراحت برداشته است. در همین حال خبرگزاری دولتی تاس از نام کمیته حالتهای فوق‌العاده روسیه نوشت که یک هواپیمای جنگی سو-34 در نزدیکی مرز با اوکراین سقوط نمود. هم تاس و هم والی برینسک سبب سرازیر شدن چرخبال و طیاره جنگی روسیه را شرح ندادند. در ویدیوهایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی از برینسک در اینترنت نشر نمودند دیده می شود که 2 چرخبال جنگی و 2 طیاره جنگی در یک فاصله کوتاه سقوط داده شدند. بنا به معلومات به دست آمده باید این گروه طیاره ها و چرخبال ها با فرمان قشون‌های هوایی روسیه ولایت چرنیگوف اوکراین را زیر حمله قرار میدادند. از روی نقشه باعث سو-35 چرنیگوف را بمباران مینمود و سو-34 آن را از حمله موشکی ارتش اوکراین محافظت میکرد. چرخبال‌ها باشد در حالت سقوط سو-35 خلبان‌های آن را نجات داده به پایگاه هوایی انتقال میدادند، ولی همه آنها به دام از پیش آماده شده افتاده سرازیر شدند. کمرسانت تاکید میکند که هر 4 تکنیک توسط موشک‌های نو هوا به هوای اوکراین زده شدند، ولی تلگرام کانال‌های نزدیک و حکومت روسیه سبب سقوط چرخبال و طیاره ها را نقص تکنیکی گفتند. زیاد کانال ها باشند کشورهای غرب را عیبدار نمودند که چرخبال و هواپیماهای جنگی روسیه توسط موشک‌های غربی نو هوا به هوا مورد حمله قرار گرفتند. از این لحاظ به عقیده آنها باید روسیه لندن و پاریس را بمباران کند. وزارت مدافع روسیه و وزارت مدافع اوکراین قضیه را شرح ندادند. در همین حال سابق جانشین یکم وزیر کارهای داخلی اوکراین انتون گراشنکو نوشت که چرخبالا و طیاره‌های جنگی روسیه از طرف سیستم مدافعی ضد هوایی یا پی‌وی خود روسیه در برینسک مورد حمله قرار گرفتند. من برای همین شبکه پی‌وی برینسک روسیه را دوست می‌دارم. کنایه زده است گراشنکو. روسیه ماه مارس سال 2022 نیز در یک روز 7 طیاره جنگی خود را در فضای اوکراین از دست داده بود، ولی این بار اول است که چرخبالا و هواپیماهای جنگی روسیه در داخل قلمرو خود این کشور هدف حمله قرار گرفتند و چنین تلفات سنگین دادند. دیوید شارپ کارشناس نظامی به شبکه تلویزیونی دوش گفته است که این یک روز سیاه در تاریخ قشون‌های هوایی روسیه باقی خواهد ماند، زیرا از دست دادن 2 چرخبال و 2 طیاره جنگی از اول جنگ روسیه با اوکراین رخ نداده بود. همچنین از دست دادن 9 خلبان نظامی از ارزش این چرخبالا و طیاره ها هم گرانتر می ایستد.